سلام دوستان، آموزش نصب هدلایت رو میخواستم براتون بذارم. یه کاسه چراغ امتحان آوردم که هم پایه H1 بخورم H7 که 90% ماشینا رو شامل میشه. هدلایت کامپلکس V100 رو میاریم، یکی از هدلایت های با کیفیتمونه دوستان. نصبش خیلی راحته. ببینید این پایه رو میچرخونید، در میارید، هدلایت رو میذارید کنار، پایه به این صورت. ببینید این فنره هستش، این فنر رو میارید کنار. ببینید یه خار داره این پایه، ببینید یه پایه اینجاش یه خار داره. کاستون هم اینجاش ببینید، حالا بعضیا اینجاست بعضیا اینجاست، ولی این مدل که مال سمنده اینجا میفته. ببینید قشنگ افتاد سر جاش. اگه این پایه یه ذره عقب‌تر باشه نورتون پخش میزنه، پس توجه کنید قشنگ سر جاش بیفته. فنر رو باز میکنید، به این حالت فنر رو میزنید سر جاش. ببینید فنر رو میزنید سر جاش به همین راحتی. بعد هدلایتتون رو میارید، یه خار داشت که چرخوندید، ببینید دوتا حالت چاکاش مشخصه. سر چاکاش میندازید، رفت جا، یه ذره میچرخونید، تموم شد. ببینید سیم باید پایین قرار بگیره، بهترین حالت سیم پایینه. بعد میره رو سوکتش. سوکتش هم ببین فابریکه، هیچی قطع و وصل نمیشه. اینو درست وصل کنید روشن. اگه برعکس وصل کنید نورتون روشن نمیشه. به همین راحتی این میشه پایه H7. حالا یا میذارید داخل یا میذارید بیرون. درپوشتون یه ذره چاک میدید، درپوش هم میبندید. پایه H1 هم یادتون بدم، ببینید اینم پایه H1. پایه H1 نیازی نیست بچرخونی، فقط باید بکشید. ببینید میکشید در میاد. حالا این یکی باز میکنید، ببینید پایه H1 یه حالت کاتین بغلش میخوره، گرده، اینجاش تخته. پایه رو ببینید یه حالت تختی داره، تختی باید بیفته اینجا. ببینید این هم مثل اون باید قشنگ سر جای سوار شه. فنر رو میندازید جا میفته به همین راحتی. حالا خیلی هم مشکلشون اینه که این یه سیم داره. ببینید این سیم مثبتشه که اینم H1 این شکلیه، قرمز وصل میشه به مثبت. منفیش ببینید اینجا وصل شده به این کاسه چراغ، باز میکنید، منفیش هم اینجا وصل میکنید به همین راحتی. هدلایت هم میذارید، این فشاریه، چرخشی نیست، فشار میدید تا آخر باید بره داخل. یه ذره بیرون باشه نورتون پخش میزنه، پس دقت کنید هدلایت بره بچسبه به اون پایه، سیمش هم پایین قرار بگیره. ببینید الیدیاتون رو نگاه کنید، رو به چپ و راست باید باشه، اینطوری نباشه. ببینید حالا این نمیچرخه یه خورده، ببینید این شکلی نباشه، اینطوری نباشه. الیدیاتون توی کاسه چراغ باید این شکلی باشه. برای درپوش، حالا یه سری بچه‌ها میگن درپوشامون خوب بسته نمیشه. ببین دوستان، خودت کاسه چراغ اکثرا 2 تا هواکش داره، بعضیا 3 تا دارن. اینا هواکشان. اگه بستید هدلایتتون رو، درپوشتون چسبید به هدلایت، خب باید باز کنید، درپوش هدلایت مخصوص هدلایت بندازید. متوجهید؟ درپوش مخصوص هدلایت هم که بندازید، چون عمق داره راحت بسته میشه. حتی اون دم و دستگاه میتونید بذارید داخلش به این شکل. بعضی اگه یه ذره گشاد بود یه ذره چسب این داخلش میزنید و میچسبونید. ولی اگه درپوش خودتون رو بستید در حد 1-2 سانت با هدلایت فاصله داشت، همین درپوش فابریکی رو ببندید، حل، تمام.